از بانگا اومدم این خونه ما این بزیان نشون دام. بفرمایید علی. بیا. همون سیاسی ها یک بغل خوش این خونه ما نشون. یک دقیقه. یالا یالا. بیایم یالا. من می تاثرای نه. خوب سلام مقبول این کشید کرده یک تک پاک تمیزه. بیا خونه ما شما نشون دام. میشینم. آه یالا. یالا. آنیا. جا خوب. ما بریم خونه رنگ نگاه. یالا. یالا. کی؟ یام بابوم میره. یام دیشی. چه بابومه؟ آه. این کنارا بیای. کنار بله آه. که بعد دشی بگو. او از این بروا میشه. بیا. این حالا جو یک اتاق هم دریس کلون یا دونیم تا فرش میخوره. او یک اتاق بند خاطر این هم آشپزخونه تمیز نه. آن میخونه دیگه. بیا. شما بریم بستیم برای من. بیا. کی بیا. آنی آشپزخونه لوکسی هم هست. سیکل. امیت یک تک کابنت کرده مقبول. خیلی خوب کشیده. اینجا هم تاثرای نیم بابا. اونجا هم یک آیت خلوت مقبوله. از میشه داره نه. یک تک کشی کرده. اینا هم به جمع می خونه دیگه. کابنت ها وسایلا کنیه دیگه. کامی کابنت ها هم به جمع. بفهم این چینی ها نیه. این چوبا هسته. چیه؟ اونو کابنت. کابنت. اینجا کی؟ اینجا چینی ها خور بگذاری. از این که دیده پروف باشه دیونه. ما که با تو میگم بیا بریم بگردیم. آنه اگه قولنامه بکنیم به ظرف 2 روز یا یک روز به شما خیلی میکنه خونه. این ماما جان بچه خاله جان شما خبر نداری که چند کرایه نه؟ نه دیگه اونجا برم دفتر خود برار ما گپ. خود برار شما؟ بله یا. خوبه. خوب بریم دیگه. خوبه. کته خونه کلونی خیلی. بله. خب ما امیر مایم با بچه خاله اگه خوش کرده. خب سعی بریم دفتر. بله. دادا. جان. همون خونه یک طبق خوش کردم گفتم خوب خونیه. خب. اما خوبه نه؟ من چون دیگه من نمیفهمم. چه نمیفهمی؟ بفهمیدی که ما بذاره پول نداریم. خب بابا جان کدوم خونه خوش کردی؟ بله همین خونه که مال همین یک طبقه. خونه یک طبقه خوش یک طبقه. نه که اون یک طبقه هم خوب خونه. نه ما این دیگه بحث ما همه با 2 نفریم مردم. 6 نفرن دیگه نانا و بیبی و آقا. طبق برده بریم دیگه. خب مشکل نیه. با کرام آیه با گیره مایه. با کرام آیه با گیره. نه دیگه ما با کرایه با گیره بچه پول نداریم ما با گیره. گیره اگه ماییم به 2000 ای کرایه ماییم به دیگه از 2.5 سر به شما به 200 حساب میکنم. 200 بله خوبه دیگه. هرده چی میده؟ اون نه خوبه دیگه نگه هم امتیازهای تکمیله دیگه. خوبه دیگه کوشش کن. بگیر آقا. گفت دیگه خودینا. ما یک زنگ کمتر نیه 200 این چیه 200 به این چی کمتر عکس او هم باز دیگه 2.5 سر به شما به 200 گفتم به خاطر گفتم از منطقه خود ما نه مناطق باشه. یک خونه دیگه هم داریم به او بالاتر 2 کوچه بالاتر. یک زنگ به پیای خونه بزنم ماما. بزن بابا 4 نوار رنگ ساعت نشه. خوبه.
بیشترین داده خوبیم بخیرین. الو بابا. زنده باشین، سلامت باشین. بابا اینا بیامد و میگم که شکر جون باش. به 200 سرای دارم بگیره به 2000 گیروی 2000 گیروی اشته ارزون میدم بیچاره، خداوند اینا رو خیر بده. به 200 بابا به کرایه میدم. خوب کردی، زنده باشین، سلامت باشین. الو نه شما نه. الو خوبیم شکر. کینیم شما خاله که میگیم که شما خوبیم شکر. مکه جکیو تو نی وی با ویلا تو با زنگ زدی. مرگ تو با من زنگ زدی 200 دیره من بتا لالا جگر لالا شگر جزال نکنه خوشم بتدفتم برای من تلفن زنگ میدنم شماره رو من نمیفهم که چیه. زنگ زدم به پیار خودم میگم البته نانه من ای به من 2 ساعت خودی میگم میزنه کینه. باشه لالا جگر اصلا خراب نکنه. نگه نیاز به زنگ بیاد آنها برای بگم بابا خورانوار داره مادر خورانوار داره نگاهی بکنه. تحقیق کن مردم در نزدیک دهن مبند باشه. 29 دندان تو معده میکنم. سگو خودی منطقه گفتی گفت اون خواهی میکنم. قد بتن صدا نامحرم نشنم. ما بد کردم. تو داریم بد میکنی مدام واو. ماما ما لالا برای فامیل لگن اول داریم ببریم. ماما جو مادر بابا خب بیبی خواهر کرد. همین کسی کنه نوشته بابا 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 یعنی بابا الو بابا ما بیامده به میگه با تا یک بانگای ما تا کاکی میو بابا با سرا خوش کردیم. علینا میگم به 200 کرایه برج 200 دو خونه و یک دهلیزی داره و مخمخی هم داره. هرزون میدم بابا من میستونیم. خوب جای هم هسته. خوبه ماما میگم با ما نوشته کنیم. نوشته کنیم. خوبه. بله. شما یک برج پیشکی هم بیارید. خوبه نوشته کنیم. یک برج پیشکی هم بدید. بابا خورا میاد که نگاه میکرد پشیمون نشد. خوبه شماره تذکره شما چند تا لالا؟ بله شماره تذکره www.afghanistan. شماره تذکره میگم لالا جگر. نمیفهم. ایمیل آدرس شما نگفتم. و خیلی باز رو بیاریم. خب جای من خیلی میگذارم شما تذکره بیاریم. خب مسکونی فیری شما میجه میشه دیگه درسته؟ بله مسکونی فیری شما میجه میشه. اصلی هم میجه نه؟ از قبلا هم دیگه میشیم نه داریم کدام؟ ما از من جیمی شیشتیم پول هم ما ماله دیگه یک برج 200 بدیم. 200 میشه که بله. آنه ما مایی 500 300 شما بدیم. این که ما 500 افغانیه. بله ما مسخره میکنی دارد تو. 500 ما مسخره میکنی تو. نه ماما چرا مسخره؟ شما نمیگم برج 200 کرایه میدم اون یعنی همون خونه با همون مشخصات منطقه با 200 افغانی به تو کرایه میدم. من مسخره میکنی که تو از تو ما جو برات خود میدی. خود شما گفتیم لالا. ماما جان شما نمیگیم برج 200 چرا؟ همون خونه با اون مشخصات با اون امتیازاتی که اون خونه داره با 200 افغانی به تو کرایه میدم. ما مسخره میکنی خود شما نگفتن که 200 میگیم به 200 کاکا 200 دلار گفتم 200 افغانی نگفتم. 200 دلار چند نمیشه؟ دلار افغانی میشناسین؟ 200 دلار 18 ضریبه میشه 18 افغانی. برج 18 بله این مردم خور به خان آدمه 18 اصلا کاکا تو به کجا کلون شدی؟ 3 ساعت تو میفهمی که ساعت 10 میده میره ساعت 2 بجه.
ده تا سرا بتون شون تا این خونه خوش کنار کاتو من مسخره میکنی تو به کجا کلان شدی کاک اصلا ما به کوچی سرا خو کلان شدم کجا کلان شدم رخی کوچی سرا خو خاصه من دیگه الله کار خو که بیاره کا بیار 500 افغانی بیار یا یک بشکلای پیشگی اصلا من زبط دون در اینا ما مسخره میکنم به $200 حالا که مسخره. شما اگه مسخره نباشه اون خونه به ما امتیازات بدید بهترین موقعیت میگو ور در گوشی شما یاد چی مرا بده گوشی رو مسخره کن. برو هفته خو حالا که نفهمه ببین تو از سو ما آقا جناب مرتا که کمی اول بدین دلار ما موشا خونیم گوشنگی لباس میره ما به دلار بیایم بخریم خریدنی نیه که تو به دلار بخیر خونی مرتکه اولت $80,000 قیمت کنه و تو برو $200 گفتم باشه من الان رد الله خرابه بی تو نصف قواله ریزه دل خراب کنه با بگن از نصف قواله خواهد برون یا تاون بدون وای چی دارم مردم آدم روبرو میشه سومور الله کنه ولی که میگه $200 یعنی تو بگه راه کنی $80,000 خونه مرتکه قیمت کنه که تو بیا به $200 افغانی بزی به کرا بره خوشحالم بود دادم گوشی به یک دقیقه بده گوشیده بیشون چه کار میکنه؟ نه دستامه داره بدی؟ همینجا خودشته دست شما نیه نکن اول امینا بردشتم آنه به فکر گوشی خوشیدی با بیلا کسه کنی کسه خلالا باش که یک زنگ بزنم به گوشی تو آنه گوشی شو پیش منه آخلال همینجا با چار شده بود باش هنو زنگ بزنم بوق خروسه که زیر میز نفت داده اینا اینجا چه کار کنه بابا بیلا گوشی تو ببر به خدا ببر دالا گوشی و خیلی بدر شد برنده برو آدک بگین ما به تو حالی بگم گوشی از تو دامو داره موفیدن یک گوشی کرده نمیتونی خاک به سر تو ببر به خدا گوشی رم بو